پیش از به مکتب رفتن کودک خوب است که او در مسائل گیگینه‌ای شخصی و بعضی کارها برای خود سر و بر کردن صاحب مهارت شود. این نه تنها به سلامتی و تازگی او مفید است، بلکه حس مستقلی و اعتماد به نفس را نیز تشکل می‌دهد. چگونه می‌توان این را آموزد؟ تدریجاً و با نمونه. مثلا از سن تقریباً 4 سالگی به کودک می‌توانید دندان شستن را منتظم یاد بدهید. اول خودتان دندانها را تازه کرده نشان دهید، بعد بگذار او کوشش کند. در اول البته پورا تازه کردن نمیتواند، ولی مهم عادت کردن است. آهسته تشویق کنید که هر روز صبح و بیگاه این عمل را اجرا کند. شاید برای شوق بیشتر میتوانید جدول ستاره چکشی سازید. هر بار که دندانهایش را شست، یک ستاره میگیرد. دیگر عادت مهم شستن دست هاست. کودکان زود دستشان را مالیده افلاس می کنند و آن را به دهان یا چشم می برند که باعث بیماری می شود. به آنها فهمانید که پیش از خوراک، بعد از حاجتخانه و پس از بازی در بیرون حتما دستها را با صابون شستن لازم. این را باز هم به رسم یا بازی تبدیل دهید. میکروب های ناعیان مفهومشان را شرح دهید و گویید که صابون دشمن میکروب هاست، آنها را میشوید. بسیار کودکان از این سخن حتی لذت میبرند و میخواهند همه میکروب ها را نیست کنند. در باغچه ها این را خوب میآموزند، لیکن در خانه نیز پیگیری کردن لازم. همچنین کودک را آموزانید که بدن خود را تازه نگاه دارد. منتظم در ونه یا دوش گرم آبازی کند. با کمک شما موی و بدنش را بشوید. هنگام آبازی بازیچه های رزینی به آب اندازید تا که روند دلگیر کننده نباشد. اگر به خانه تان مربوط است، گرفتن سنت تازگی نیز در این سن توصیه می شود، چون هم شفایابی زودتر و هم تازگی بهتر می شود. این را البته با مصلحت پزشک انجام می دهند و کودک را پیشکی روحاً آماده ساختن ممکن است. با کودک اجازه دهید که خود کوشش لباس پوشیدن کند، حتی اگر ترتیبی از پایان لباس درآوردن را آمیخته کند. دستگیری کنید، ولی همه کار را به جای او نکنید. یک بار کرته را چپ می پوشد، می بیند ناراحت است، دیگر دفعه درست می پوشد. این یک قسم آموزش است. همینطور فرزند 6-7 ساله مثلا باید تواند خود برسد که روی مچش را برای پاک کردن بینی استفاده برد یا حاجت کرده شد تازگی کند. اگر هنوز پورا نمیداند، شرم نداشته به او آموزانید، زیرا در مکتب کسی این کار را نمی کند و ناخوب می شود اگر نداند. البته هر کودک با سرعت خود این ملکه را کسب می کند و ممکن است بعضیش در 4 سالگی الکی مردچه باشد. دیگری تا 7 حالا در حاجتخانه کمک پرسیده ایستد. با ملایمت و دوامدار تعلیم دهید، حتما نتیجه می دهد. فرزند شما در عادتهای گیگین چگونه است؟ دندانهایش را می شوید؟ لباس پوشیدن را خود کرده می تواند؟ شما از کدام سن او را در این کارها تشویق کردید و یگان اصول جالب استفاده می برید؟ مثلا سرود یا بازی هنگام دندانشویی. شرح شما را در کامنتار انتظاریم. سرپرستی برنامه ما شرکت لین دیوید می باشد. لین دیوید، برای تمام عائله.